من یک سرود مادر از همه ایجادات شما میخواستم که برای بینندگان یوتیوب کانال شما سراییده باشم. ایا مادر دلت را پاره کردی، فدا خود را به ما همواره کردی. سرودی اللهت عینی دعا بود، دعاها در سری گهواره کردی. سرودی اللهت عینی دعا بود، دعاها در سری گهواره کردی. نجسته درد و داو قدر و شفای، همیشه دردی ما را چاره کردی. نجسته درد و داو قدر و شفای، همیشه دردی ما را چاره کردی. گلی نان و نمک را داده بر ما، قناعت گه به یک نان پاره کردی. گلی نان و نمک را داده بر ما، قناعت گه به یک نان پاره کردی. جوانی را به ما میراث دادی، چو برگی تیر من رخساره کردی. جوانی را به ما میراث دادی، چو برگی تیر من رخساره کردی. سرش از سنگ باشد گفته دایم، خدای مهربان را زاره کردی. سرش از سنگ باشد گفته دایم، خدای مهربان را زاره کردی. ایا مادر دلت را پاره کردی، فدا خود را به ما همواره کردی. سرودی اللهت عینی دعا بود، دعاها در سری گهواره کردی. دعاها در سری گهواره کردی. خدا کند که ایجادات شما باز هم از این تر، از این بول و پر زند، از این هم بلندتر رود. سرودها برای وطن در وصف مادر ایجاد کنید، سرودها برای ملت ایجاد کنید، غزل‌های ایجاد کنید که همه وقت ماندگار باشد. باز هم ما کوشش میکنیم از سرودهای شما بس همین مردم رسانیده باشیم. سلامت باشید. شما زنده باشید. دوستان عزیز، در این چند لحظه که با شما بودیم معرفی کردیم صاحب یک صدای بسیار ناتکرار، صدای بسیار هم نادر، برادری عزیز ما علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان عبدالملیک ترسونوف.